ماه مهر همیشه با مدرسه، لباس فرم و بوی کتاب نوع درسی گره خورده. اما مهر سال 59 داستانش فرق داشت. سهام خیام، دختر بچه 12 ساله ساکن هویزه، اون روزا به جای فکر کردن درباره حل مسائل درس ریاضی، دلش می‌خواست راه حلی واسه بیرون کردن دشمن از شهر پیدا کنه. عراقی‌ها در همون اوایل جنگ وارد هویزه شدن و شهر رو به اشغال خودشون درآوردن و شروع کردن به غارت اماکن و ادارات عمومی. یکی از جاهایی که به غارت رفت مدرسه‌ای بود که سهام در اون درس می‌خوند. به خاطر دیدن همین صحنه‌ها یه بار با عصبانیت اومد خونه و به مادرش گفت: حس می‌کنم عراقی‌ها دارن وسایل خونه ما رو می‌دزدن. آتش خشم کم کم داشت درون سهام شعله می‌کشید. مدتی میشد که آب لوله کشی قطع شده بود و زنان و دختران به رودخونه هویزه می‌رفتن تا از آب رودخونه برای آشامیدن و شستن ظروف استفاده کنند. اون روز سهام در راه رفتن به سمت رودخونه عراقی‌ها رو دید که مشغول آزار و اذیت همشهریاشه. تاب نیاورد و با همون دستای کوچیکش چند تا سنگ برداشت و به طرف دشمن پرتاب کرد. عراقی‌ها در جواب شروع به تیراندازی کردن و شد اون چه نباید میشد. یکی از تیرا به پیشونی سهام خورد. دخترک روی زمین افتاد و خون بود که روی زمین جاری شد. سهام هیچ وقت فرصت ادامه تحصیل رو پیدا نکرد، اما داستان شجاعتش وارد کتابای درسی ابتدایی شد تا بچه‌ها بدونن که فرزند ایران بودن چه معنایی میتونه داشته باشه.